سلام، من سارا هستم و میخوام بهتون بگم که اگر دستگاه آمازون الکساتون روی حالت آپدیتینگ گیر کرد چطور میتونید نجاتش بدید. ما به یک لپتاپ نیاز داریم و اولین کاری که میکنیم اینه که از قسمت استارت سرچ میکنیم هات اسپات. از قسمت موبایل هات اسپات رو روشن میکنیم که من قبلا این کار رو انجام دادم. توی مرحله بعدی باید دستگاه آمازون الکساتون رو از طریق اپلیکیشن الکسا که روی گوشیتون دارید به وای فای لپتاپ یا هات اسپات لپتاپ در واقع وصل بکنید و توی مرحله بعد میریم سراغ این که توی استارت سرچ بکنیم ویو نتورک کانکشنز. اصل کار اینجاست، ما در واقع به یک VPN نیاز داریم که برای ما اینجا کانکشن ایجاد بکنه. همونطور که میبینین ویندسکرایب و اوتلاین اینجا برای من این کار رو انجام میدن، ولی نرم افزارهایی مثل وارپ یا ویتوری این امکان رو در اختیار شما قرار نمیدن. الان در دسترس ترین گزینه‌ای که وجود داره همین اوتلاینه. کافیه که با یه VPN روشن وارد سایت getoutline.org بشید و از قسمت اوتلاین کلاینت اون ورژن نرم افزار که متناسب سیستم عامل شماست، ویندوز، مک یا لینوکس رو دریافت بکنید و روی لپتاپتون نصب بکنید. توی مرحله بعد اوتلاین برای اینکه کار بکنه نیاز به یک سری کلید داره و در واقع شما میتونید این کلیدها رو از توی سایت outlinekeys.com یا جاهای مختلف به دست بیارید. همونطور که میبینید اینجا یک سری کی هستن که میتونید هر کدوم رو خواستید باز بکنید، کپی بکنید این کلید رو، نرم افزار اوتلاین رو که نصب کردید قبلا رو باز بکنید. خودش میفهمه که کلید کپی کردین و ازتون میپرسه که آیا میخواین این رو اضافه بکنید یا نه. شما میگید که بله. میریم الان سراغ این که این کلید رو تست بکنیم، چون ممکنه بعضی از اونها کار نکنن. من گزینه کانکت رو میزنم. خب همونطور که میبینید اوتلاین موفق نشد از طریق این کلید خودش رو متصل بکنه. من کلیدهای دیگر رو امتحان میکنم که قبلا اضافه کردم. از طریق این کلید کانکت شد، ولی باز هم برای اینکه مطمئن بشم سایت یوتیوب رو باهاش باز میکنم. متاسفانه نمیتونه یوتیوب رو باز بکنه. میرم سراغ یک کلید دیگه. خب به این کلید متصل شد و یوتیوب رو هم باز کرد. خب اوکیه. برمیگردم توی قسمت نتورک کانکشنز و کانکشن اوتلاین رو پیدا میکنم. همزمان کانکشن مربوط به هات اسپات لپتاپ رو هم پیدا میکنم. این کانکشن هستش وای فای دایرکت ویرچوال آداپتور. خب روی کانکشن مربوط به اوتلاین راست کلیک میکنم. از قسمت پراپرتیز تب شیرینگ تیک گزینه اول رو میزنم و اون کانکشنی که مربوط به هات اسپات لپتاپ بود رو اینجا انتخاب میکنم. اینجا ما در واقع داریم اوتلاین رو شیر میکنیم با هات اسپاتمون، بنابراین اوتلاین میتونه اینترنت آزاد رو در اختیار دستگاه آمازون الکسا قرار بده. اوکی میکنیم و تمام. در این حالت چند ساعت ممکنه که طول بکشه تا دستگاهتون آپدیت بشه، بهش زمان بدید و نهایتا مشکلتون حل میشه. بعد از اینکه آپدیت انجام شد میتونید تنظیمات رو برگردونید به حالت قبلی و آمازون الکساتون رو هم وصل بکنید مجدد به همون وای فایی که قبلا بهش وصل بوده. امیدوارم که از تکنولوژی نهایت لذت رو ببرید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.